принуждения к проституции в странах Арабского Востока. شیوان محلی گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد اوید به قاچاق انسانی به خصوص زنان و کودکان از تاجیکستان دعوت کرد که این کشور باید عاجلاً به قیدگیری پناهندگان افغان را دوباره آغاز و از بازپس فرستادن آنها به افغانستان خودداری کند. این نقطه را وی در پایان سفر خود به دوشنبه اظهار داشت. در حالتی که پناهندگان به قید گرفته نمی شوند، گفتن ممکن است که آزادی حرکت آنها محدود کرده می شود. این البته مشکل های زیاد را در مسئله آغاز کردن حیات نو پیش می آورد و همچنین بعضی خطرها هم می توانند تهدید کنند که آنها گرفتاری استثمار شوند. بنابر همین من بار دیگر از حکومت تاجیکستان دعوت می کنم که به قیدگیری چنین اشخاص را دوباره آغاز کنند. شیوان محلی از 8 تا 15 دکبر با مقامات تاجیکستان و جامعه شهروندی در دوشنبه ملاقات‌ها انجام داد. وضع پناهندگان افغان یکی از موضوعهای این نشست بود. این نماینده سازمان ملل متحد از جامعه جهانی هم دعوت کرد که برای انتقال پناهندگان به کشورهای خود مساعدت نمایند. در سطح جهانی هم همین را گفتنی هستم که کشورهای اروپا و دیگر شریکان بین المللی با مقصد دستگیری این اشخاص باید قدم به پیش گیرند و آنها را به کشورهای خود کوچانند. خانس فریدریک شادر نماینده کمیسر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در آسیای میانه ماه قبل در یک نشست خبری گفته بود که فعلا در تاجیکستان 12,000 پناهجوی افغانستانی قرار دارند که 6,000 آنها در اول سال توسط هواپیما به این کشور آمدند. او گفت که از مقامات تاجیک خواستند که از بازگردانیدن پناهجویان افغان به کشورشان خودداری کنند. حامیان حقوق انسان میگویند که چنین تصمیم مقامات تاجیکستان از انگیزه‌های سیاسی عاری نیست. اینجا موضوع تامینات آنها مطرح است. شاید حتی اگر آنها مقام رسمی پناهنده را بگیرند هم هیچ کاری برای آنها انجام داده نمی شود. ولی وقتی به آنها مقام رسمی پناهنده داده می شود، مقامات عهده‌داری‌های را به خود میگیرد. پیشتر کمیسر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خبر داده بود که مقامات در تاجیکستان 11 نوامبر 11 نفر مردان، زنان و کودکان را به افغانستان زوراً برگردانیدند. مقامات تاجیک بعد از به سر قدرت برگشتن گروه طالبان مرزهایش با افغانستان را بست. هرچند در روزهای اول تصرف حکومت در افغانستان از سوی طالبان هزارها افغانستانی در مرز با تاجیکستان خواستار عبور به این کشور بودند.